الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وشافع الناس يوم الدين محمد بن عبد الله الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رواه الإمام البخاري في صحيحه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جوانی نوبهار زندگانی است. نشاط زندگانی در جوانی است. جوانی دوره تحصیل و کار است. زمان طاعت پروردگار است. جوانی نوبت زحمت کشی هاست. جوانی کار کردن را مهیاست. جوان باشد جوان طبع و جوان مرد به هم نوعان خود پیوسته هم درد. جوان هر جاهل و دیده دران نیست. جوان هر شوخ چشم بی حیا نیست. جوان ز آمیزش نادان کند ننگ رهد از چرس و از تنباکو و بنگ. دوستان نهایت گرامی، نمازگزاران محترم و شنوندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روز مبارک جمعه هست و مکان مقدس مسجد خانه بلاکیف الله جل جلاله. خوب است که ما به صفت مسلمان از برکات و فیوزات روز مبارک جمعه و اماکن مقدسه و گرد همایی های مساجد بهره ببریم و عبادت پروردگار را به شیوه درست آن انجام دهیم. صحبت کوتاه امروزی ما در مورد جوانان است. جوانان که قلب تبنده جامعه می باشند.
جوانان اگر درست تربیت شوند و درست به درجات عالی معنوی برسند، تحصیلشان درست باشد، تربیتشان درست باشد، عقیده آنان درست باشد، اخلاق آنها نیکو باشد، بدون شک او جامعه پویا، جامعه موفقی خواهد بود. اما خدای نخواسته اگر به علت غفلت بزرگها و به علت کم توجهی سرپرست‌های فامیل و مسئولین امور جوانان و نوجوانان منحرف شدند، گمراه شدند، بد اخلاق بار آمدند، شکار رسانه‌های گمراه کننده شدند و خدای نخواسته به فسادهای اخلاقی گیر آمدند و عقیده آنها فاسد شد، بدا به حال او جامعه و آینده او جامعه. یکی از مسئولیت‌های خیلی بزرگ هر پدر فامیل، هر سرپرست فامیل و هر شخصیتی که در جامعه شنونده داره و به حرف او گوش داده میشه به عنوان یک شخصیت بزرگ، یک شخصیت تأثیرگذار، او وظیفه سنگینش یا یکی از وظایف و یکی از مسئولیت‌ها و یکی از وجایب و یکی از رسالت‌های مهم او تربیت نسل جوان است. ما اگر در جریان 40 تا 45 سال دوامدار با جنگ و خونریزی ها، با ویرانی های مملکت و با مشکلات عدیده دیگر مواجه بودیم، این در حقیقت نتیجه غفلت و بی‌توجهی ما نسبت به جوانان ما بوده، دیگر هیچ علت و سبب نداشته. ما به این افتخار کردیم که برای دختر یا پسر ما بورسیه تحصیلی آمده و افتخار کردیم که ما فرزند خود را به روسیه فرستادیم یا به یکی از کشورهای غربی و اروپایی فرستادیم تا او اونجا تحصیل بکنه و با مدرک معتبر جهانی برگرده و اینجا بهترین وظیفه و پست و منصب را در ارگانهای نظامی، در ارگانهای عدلی، در ارگانهای ملکی داشته باشد. اما فکر نکردیم که این فرزند ما چی در اونجا تربیه میشه و با چی فکر و اندیشه‌ای به اینجا برمیگرده. نوجوانان خالی و ذهن خود را، نوجوانان که قلب‌های پاک داشتند، واضح فرزندان و نوجوانان قلب‌های دارند که قلب آنها از همه چیز صفا هست، هیچ چیزی روی قلب او نیست. او هر نقشه را میپذیره و هر نقشی که در قلب او جای گرفت تا زنده باشه، او نقش دیگر از قلب او دور نمیشه، مثل نقشی که روی سنگ گذاشته شده. دوستای عزیز، و همین بود که همین افرادی که در نتیجه غفلت ما تربیت یافتگان مکتب کمونیسم شدند یا تربیت یافتگان مکتب غرب و امپریالیسم شدند، چندین بار کشور ما را با مصیبت‌های بزرگ مواجه کردند که 40-45 سال ما از این ناحیه رنج می‌بریم. ما غفلت کردیم. حالا هم دوستای عزیز، همین امروز که امروز است باید نسبت به فرزندان خود متوجه باشیم. درسته ما از نظر انفاق و خرج و مصرف
نسبت به فرزندان نابالغ خود مسئول هستیم. باید خوراک اونها را آماده بسازیم، پوشاک برای اونها آماده بسازیم و دیگر امکانات رفاهی و امکانات مادی را برای راحت زندگی کردن آنها فراهم و آماده بکنیم. اما بیشتر از این مسئولیت تربیت روحی فرزندان خود را عهده‌دار هستیم. دوستای عزیز، ما مسئولیم که به فرزندان خود عقیده صحیح و سالم اسلامی را تعلیم بدیم. آیا تعلیم دادیم؟ ما مسئولیم که فرزندان خود را به عنوان انسانهای خداشناس و خداپرست تربیه بکنیم. ما مسئولیم که فرزندان خود را با مدارس دینی، با مساجد و با کتاب الله جل جلاله آشنا بسازیم و در این راه اونا را تربیه بکنیم تا عقیده سالم اسلامی داشته باشند، تا فکر سالم اسلامی داشته باشند. اگر ما با قرآن عظیم الشان که قانون اساسی برای هر مسلمان است، قرآن تنها کتاب 4 رکعت نماز خواندن نیست، قرآن کتاب عقیده است، قرآن کتاب عبادت است، قرآن کتاب اخلاق است، قرآن کتاب سیاست است، قرآن کتاب اقتصاد است، قرآن کتاب معاملات است. در همه امور قرآن ما را راهنمایی میکنه. اگر مراجعه بکنیم به توصیه های قرآن که چقدر پدرها را مسئول معرفی میکنه، حتی پیامبر علیه السلام هم مستثنا نیستند از این قاعده. قرآن چی میگه؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. ای پیامبر گرامی علیه السلام، خانواده خود را به نماز امر کن و دستور بده. اهل به معنای خانواده. آیا ما این کار کردیم؟ آیا ما به عنوان یک ریش سفید داخل خانه، به عنوان یک آدم بزرگ و سرپرست فامیل، در مورد او عده از جوانهایی که نماز جماعت به عنوان واجب دینی بر عهده آنهاست، همین که به سن 15 سالگی رسید او مکلف است، بر او واجب هست که نمازهای 5 گانه را با جماعت ادا بکنه. ولی ما از خانه بیرون میشیم، 5 نفر 6 نفر افرادی که مکلفن، بر اونا واجبه، مردن جوانن که به جماعت بیاین، از حالشان خبر نداریم و نسبت به آنها بی‌تفاوت. در مورد عقیده آنها هیچ فکر نکردیم. دوستای عزیز، این مسئولیت خیلی بزرگه. ما اولین مسئولیت ما نسبت به فرزندان ما، در کنار این که به امور مادی و به مسائل خرج و مصرف اونها توجه میکنیم، اینه که درباره عقیده اونها را متوجه بسازیم. لقمان حکیم علیه السلام که قرآن عظیم الشان برای ما از اون نقل میکنه، چی میگه؟ یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. فرزند عزیزم، مرتکب شرک نشوی، شرک میاور، الله را یگانه بدان. الله واحد است، در ذات و در صفات خود شریک و همتا و همانند ندارد. شرک، مرتکب شرک نشو، بتر پرستش نکن، غیر الله پرستش نکن. ان الشرک لظلم عظیم، زیرا شرک بزرگترین ظلم و بزرگترین ستم است. عبادت خاص برای الله است، او معبود حقیقی است، غیر از او کسی دیگر معبود نیست. و بعداً باز میبینیم در مورد نماز توصیه میکنه، یا بنی اقم الصلاة وامر بالعرف وانه عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلك من عزم الامور. فرزند عزیزم، یا بنی صیغه تصغیر است، مهربانی را با خود داره. با مهربانی فرزندان خود را دعوت بکنیم،
با لطف فرزندان خود را دعوت و نصیحت بکنیم. یا بنیه، فرزند عزیزم، فرزندم، اقم الصلاة، نماز را اقامه کن، نماز را برپا دار، نماز را بخوان. اگر ببینیم به حساب دنیا فرزند ما به ما ضرر رسانده، او را در دکان به حساب معامله معرفی کردیم، پولای ما را بیجا مصرف کرده، چقدر ناراحت میشیم؟ چگونه با او رفتار میکنیم؟ چقدر رنج میبریم که چرا این اهل معامله نیست؟ چرا پولای ما را ضایع کرد و از بین برد، سرمایه ما را به هدر داد؟ اما ای که نماز خدا را ضایع میکنه، ای که به دروغ گفتن عادت کرده، ای که بیجا نشین شده، ای که با معتادها رفاقت داره، ای که با انسانهای دزد و غارتگر رفاقت داره، این که شبها سر شب از خانه بیرون میشه، شب تا صبح ما خبر نداریم با کی نشسته است و چی میکنه، در این مورد چرا ما رنج نمیبریم؟ چرا پریشان نیم؟ این خیلی مهم است دوستای عزیز. اقیم الصلاة، نماز برپا کن. وأمر بالعرف، با کار پسندیده دستور بده. و انهی عن المنکر، و از کار ناشایسته و ناپسندیده منع کن. واصبر علی ما اصابک، وقتی تو دعوتگری و در جامعه مردم از منکرات منع میکنی با مشکلات روبرو میشی. اگر به تو مصیبت و پریشانی میرسه صابر و شکیبا باش. عموما پیامبران الهی همین دغدغه و همین نگرانی را داشتن که آینده چه کار خواهد شد، آینده فرزندان ما از نظر معنوی چگونه میشه. یعقوب علیه السلام به فرزندان خود میگه که ما تعبدون من بعدی، بعد از این که من از دنیا رفتم شما چه چیز را عبادت میکنید؟ از اونا تعهد میگیره و همه به پدر اطمینان میدن که ما انشاءالله بعد از این که تو از دنیا هم بری، ما همان خدای یگانه را عبادت میکنیم که پروردگار تو و پدران و نیاکان تو بوده. بنابراین چند چیز خیلی مهم است دوستای عزیز. تربیت کردن فرزندان بر عقیده سالم اسلامی، تربیت کردن فرزندان بر عبادت، که اینها با نماز، با روزه، با عبادات شرعی آشنا باشند. این خیلی مهم، مخصوصا زمانی که بچه 7 ساله شد و دختر 7 ساله شد و بعد از این که به سن 10 سالگی رسید، اگر نماز نخون حتی میتوانیم او را ادب بدیم، او را در واقع کمی سرزنش بکنیم که در روایت آمده. مسئله سومی که الگوهای خوبی به اونا معرفی کنیم. الگو مهم است. همین پدری که خدا نکنه، خدای نخواسته دروغگو باشه، هرچی بچه خود را به راستگویی دعوت بکنه فایده نداره. پدر بهترین الگو است برای خود ما. کوشش کنیم کار خوب بکنیم تا فرزندا از ما بیاموزند. خود ما کوشش کنیم از بدیها پرهیز بکنیم تا فرزندان ما از ما بیاموزند. و آخرین و چهارمین موضوع مهم ای که کوشش کنیم فرزندان خود را از رفاقت با انسانهای مضر، انسانهایی که واقعا گرفتار فساد اعتقادی اند، فساد اخلاقی اند و مشکلات دیگری دارند، اونها را بر حذر بداریم، تحت کنترل خود داشته باشیم و از رفاقت و همنشینی و شبنشینی با این گونه آدما اونها را در واقع حفاظت کنیم و دور نگه داریم. الله متعال به ما توفیق بندگی و توفیق پیروی از دین مبارک خود را نصیب بگرداند. سبحانك اللهم